به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های مهربان. سلام به شما عزیزکانم. خوبید؟ سلامتیتان خوب است؟ انشاءالله که همیشه شاد و خندان باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک، شنازه قصه گو دوباره با یک داستانی جالب و آموزنده به نزد شما آمد. وقتی که تو صدامه، هر جا میرم گل سلام همیشه رو لبامه. بچه خوب میدونه هر جا بره میخونه، اول سلام میکنه اون کسی که مهربونه. سلام کوچولو سلام، فرشته های خندونه امو سلام. چراغ توی هر خونه سلام. مامان سلام، بابا سلام، دوست دارم چون همیشه میمونی با ما. داداش سلام، آبجی سلام، شکر خدا که هدیه‌ای هستی برام، شکر خدا که هدیه‌ای هستی برام. قصه امروز ما نام دارد ببری که حیوانات دیگر را مسخره میکرد. بود نبود، بودگار بود. زمین نبود، شدگار بود. یک جنگلی بسیار سرسبز و کلانه بود که در این جنگل پرنده های مختلف مثل عقاب و کفتر، زاغ و بلبل، مینا و دیگر حیوانات مثل فیل، مار و میمون و حتی حشرات ها هم مثل زنبور و پشه و خیلی از حیوانات دیگر در این جنگل زندگی میکردند. آنها در کناری هم خوشحال و شاد زندگی میکردند. در یکی از روزهای زیبای جنگل یک ببر قوی و خوشرنگ به جنگل آمد. حیوانات دیگر ببر را خوش آمدید گفتند. ببر به دنبال جایی بود که در آنجا زندگی کند. حیوانات جنگل با او گفتند که می تواند در جنگل بماند و در آنجا زندگی کند. ببر به جستجوی جای مناسب گشت تا شب همانجا بخوابد. صبح روز بعد وقت ببر از خواب بیدار شد، همه حیوانات جنگل درباره او گپ می زدند و می گفتند او چقدر خوشرنگ و قوی است. ببر هم سرش را بالا گرفت و گفت بله من قوی هستم. من از همه شما قوی تر هستم. و شروع کرد به مسخره کردن حیوانات دیگر. به فیل بیچاره می گفت احمق و به زنبور می گفت خردی ناتوان. او هر روز حیوانات دیگر را نیز مذاق می کرد و به آنها می خندید. ولی از همه بیشتر به زنبور و فیل می خندید و آنها را مذاق می کرد. حیوانات جنگل وقت این رفتاری ببر را دیدند، کم کم از او دور شدند و با او دوستی نمی کردند. یک روز در غار جنگل همه حیوانات جمع شدند. ببر هم آمده بود.
ولی فیل که از ببر ناراحت بود با اونجا نآمد. حیوانات جنگل درباره کم شدن آب رودخانه با هم گپ می‌زدند و سخن می‌گفتند. ناگهان زلزله آمد و در غار با سنگ‌های کلان بسته شد. همه حیوانات گرفتار به ببر نگاه می‌کردند و می‌گفتند تو از همه ما قوی‌تر هستی. این سنگ‌ها را بردار تا ما از این غار بیرون برویم. ببر تلاش خودش را کرد ولی نتوانست سنگ‌ها را از جایش بردارد. در نهایت زنبور خردکک فکری به ذهنش رسید و از میان شکاف بین صخره‌ها پرواز کرد و از غار خارج شد. فیل چون از مسخره کردن ببر ناراحت بود، در گوشه تنها نشسته بود و با حیوانات دیگر به غار نرفته بود. زنبور به دنبال فیل در جنگل میگشت و او را پیدا کرد. با او گفت که حیوانات دیگر در غار گرفتار شدند و در غار هم با سنگ‌های کلان بسته شده است. حیوانات نمی‌توانند از آنجا به بیرون بیایند. فیل زود به سمت غار رفته با خرطومش سنگ‌ها را از پیش در غار برداشته گرفت و حیوانات را نجات داد. حیوانات با خوشحالی از غار به بیرون آمدند و از زنبور و فیل سپاسگزاری کردند. آخرین حیوانی که از غار بیرون آمد ببر بود که صورتش از شرم سرخ شده بود. ببر از آن روز بعد فقط خوبی‌های حیوانات دیگر را می‌دید و با همه دوست بود. مخصوصاً با زنبور و فیل دوست‌های خیلی خوب و صمیمی شدند. بچه‌های عزیز، این بود قصه امروزه ما. دوست روی کنم از قصه خوشتان آمد؟ اگر این قصه را دوست داشتید به دوستانتان، همسایه‌تان، نزدیکانتان پیشنهاد کنید گوش کنند. از خودتان مراقبت کنید. بچه‌های عزیز، من میدانم که شما همیشه با دوستانتان خوب رفتار میکنید و هیچ وقت آنها را نمیرنجانید یا ناراحتشان نمیکنید. عزیزکانم، تا قصه و افسانه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار. خدا حافظ.